مستر موبایل هستم و اومدم آموزش اینو بهتون بدم که چطور امروز بتونید رمز ایمیلتون رو عوض کنین. بعضیا مثلا رمز ایمیلشون رو یه جا ننوشتن، وقتی ایمیل رو ساختن یادشون رفته. خب این هیچ کاری نداره، راحت میتونید رمز ایمیلتون رو عوض کنین. میایین تو گوگل، اینجا واسه ایمیل هم درست کنم. خب میایین تو اینجا مدیریت حساب رو میزنین. خب اینجا اطلاعات شخصی میان یکم پایین تر، اینجا نمیشه گذرواژه، میرین تو گذرواژه. خب خیلی راحته، اصلا کار سختی نیست. خب اینجا آورده گذرواژه جدید که مثلا باید بیشتر از 8 رقم باشه، بعد هم همشو عدد ننویسین، همشو حروف ننویسین، باید ترکیبی بزنین. خب مثلا اینجا می‌نویسین مثلا علی، مثلا یکی اسمش علیه، مثلا علی مثلا 1394 مثلا 0، این شکلی. اینجا هم دقیقا همونو می‌نویسین، مثلا علی واسه چی نوشتم، همه اینم بزرگ، علی 1394 0. بعد اینجا میزنید رو تغییر، حالا من نمیخوام تغییرش بدم، رمزش دارم، بزنید رو تغییر، حسابتون تغییر میکنه. خب بچه‌ها اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما سابسکرایب کنین، یه کامنت برام بذارین و حتما ویدیو لایک کنین. تا ویدیو بعدی، بوس بهتون، بای بای.